الهی به امید تو. دوستان شروع میکنیم اولین آموزشمون رو با فیگورهای مقدماتی. فیگور از جلو اولین فیگوری هست که به شما آموزش داده میشه و اهمیت خیلی زیادی داره. یه سری نکات و استانداردها هست که به شما آموزش میدم و شما با این استانداردها میتونید هر فیگوری رو به هر حالتی که بخواید اجرا کنید. فقط باید شما از ابتدا اصول رو رعایت کنید که نهادینه بشه تو ذهنتون تا بعداً بتونید به صورت چشمی تمام اندام ها رو طراحی کنید. اما ازتون میخوام که در ابتدا تمام استانداردها و تناسبات رو دقیق با خطکش همراه با من اجرا کنید. دوستای خوبم، شما باید بدونید که یک اندام از 8.5 یا 9 سر تشکیل میشه. یک اندام استاندارد باید حداقل 9 سر باشه. بلندی طول یک اندام استاندارد یعنی چی؟ یعنی تناسباتی که ما برای رسم یک اندام بهش باید توجه کنیم ابعاد اون سری هست که ما در ابتدا برای اون اندام میکشیم. پس برای شروع آموزش ما از اندام 8.5 سر و 9 سر شروع میکنیم. جلوتر به اندام 10 سر یا 11 سر هم میرسیم که بهش فیگورهای اگزاجره میگن. اگزاجره به چه معنی هستش؟ خود معنی اگزاجره یعنی اغراق شده، چیزی که از واقعیت ها بدوره. فیگورهای اگزاجره معمولا تو فشن و مدل های فشنی خیلی کاربرد داره، چون اندامی هست با طول بلندتر و اغراق شده که حتما به اون مرحله از آموزش هم میرسیم، اما در ابتدا حتما باید از اندام استاندارد شروع کنیم تا جلوتر بتونید شما حرفه‌ای تر فیگورهاتون رو اجرا کنید. پس دوستای خوبم، ما یاد گرفتیم که تمام اندام ها با توجه به ابعاد سر تشکیل میشه و اندام استانداردمون هم 9 سره. یعنی من یک سری که قرار در ابتدای فیگورم طراحی کنم باید 9 بار تکرار بشه تا بلندی فیگور رو به من بده. به همین خاطر چون که طراحی سر و ابعادش خیلی مهمه، قبل از اینکه من بخوام طراحی مانکن رو شروع کنم به آموزش دادن، میریم سر آموزش رسم سر. یک سر رو با اندازه و ابعاد استاندارد با هم دیگه طراحی میکنیم و بعد میریم سراغ طراحی اندام. در ابتدا من سر رو به حالت کلی بهتون آموزش میدم، جلوتر جزئیاتش رو آموزش میبینید. برای اینکه آموزش براتون واضح باشه، توی برگه دیگه طریقه رسم یک سر رو به صورت کلی آموزش میدم که کاملا واضح باشه براتون. بعد میریم مجدد روی مانکن سر رو اجرا میکنیم و آموزش فیگور از روبرو رو با هم دیگه میبینیم. دوستای خوبم، ما برای طراحی سر نیاز داریم به یک خط راهنما. من یک خط عمود به بلندی 9 سانتی متر طراحی میکنم که این میشه خط راهنمایی. خب حالا من همین خط رو میام به 3 قسمت تقسیم میکنم. بلندی خط راهنما شد 9 سانتی متر، به 3 قسمت تقسیم میکنم، 3 سانتی متر و 6 سانتی متر. سعی کنید طول خطی که در نظر میگیرید طوری باشه که تقسیم بندی روش راحت باشه. من الان 9 سانتی متر رو در نظر گرفتم. شما میتونید با ابعاد بلندی سر به ابعاد 6 سانتی متر یا حتی 12 سانتی متر رو هم اجرا کنید. و حالا برای طراحی سر من نیاز دارم به یک جمجمه. برای طراحی جمجمه باید چیکار کنیم؟ ما نیاز به دایره داریم. من میام بلندی این خط رو به اندازه 2/3، یعنی از این فاصله تا این قسمت 2/3 این خط رو در نظر میگیرم که میشه 6 سانتی متر و تو قسمت 1/3 بلندی سر میام این اندازه رو اجرا میکنم. یک خط افقی در 1/3 طول سرمون اجرا میکنیم با اندازه چقدر؟ 2/3 طول سر که 6 سانتی متر بود. الان من اینجا یک خط کشیدم به اندازه 6 سانتی متر. خب به همین راحتی من میتونم با توجه این خطوطی که اینجا کشیدم
یک دایره طراحی کنم به عنوان جمجمه سر. برای طراحی یک دایره به عنوان جمجمه سر شما میتونید در ابتدا خطهاتون رو به صورت خدچی و کمرنگ اجرا کنید و بعد از اینکه مطمئن شدین که جمجمه‌تون به شکل یک دایره کامل هست، اون دایره رو چیکار کنید؟ بیاید پررنگ کنید. ابتدا حتما لازمه که شما تناسبات رو دقیق با خطکش اجرا کنید تا کاملا چشمتون با اندازه و تناسبات عادت کنه. بعد از طراحی جمجمه سرمون ما میایم در ادامه 1/3 باقی مانده از طول یک سرمون رو در نظر میگیریم و نصفش رو مشخص میکنیم. 1/2. حالا هم میتونید چشمش رو مشخص کنید یا با سانتیمتر 1/3 3 سانتیمتر میشه 1 کنیم. من اینجا مشخص میکنم و یک خط فرضی به صورت افقی موازی با خط افقی که در بالا رسم کردیم میکشم. بلندیش کاملا فرضی باشه چون اندازش رو فعلا نیاز نداریم. حالا برای ایجاد زاویه فکمون ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم در قسمت خط افقی جمجمه‌مون هر طرفین رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. من الان میام قسمت سمت چپ رو به 3 قسمت تقسیم میکنم و قسمت طرف دیگر رو هم همینطور به 3 قسمت تقسیم میکنم. حالا از این علامت ها از کناره های جمجمه از 1/3 علامتی که در کناره ها زدیم یک خط عمود من میام میکشم تا این خط فرضی که تو این قسمت طراحی کردیم. برای طرف دیگه هم همین کار رو میکنیم. از قسمت 1/3 خارجی در قسمت جمجمه یک خط عمود رسم میکنیم به خط فرضی که اینجا کشیده بودیم. حالا با کمک خطکش من میام زاویه فک سر رو اجرا میکنم. در ابتدا با خطکش اجرا میکنم ولی شما با تکرار تمرین میتونید بدون خطکش هم این طراحی رو اجرا کنید. من از این کناره یک خط راست وصل میکنم به قسمت زاویه‌ای که اینجا ایجاد کرده. برای طرف مقابل هم همینطور. و حالا طراحی چانه. از گوشه های زاویه فکی که ایجاد کردیم یک خط مستقیم وصل میکنیم به بلندی طول سرمون که چانه رو به ما میده. این شد از اصول و تناسبات طراحی یک سر به صورت کلی. و حالا بعد از اجرای تناسبات اولیه فقط کافیه که شما قسمت‌های زاویه دار و گوشه ها رو به صورت گرد طراحی کنید. بعد از این مرحله شما میتونید به کمک پاک و خمیری به حالت ضربه‌ای خطوط اولیه رو کمرنگ کنید و در نهایت فرم اصلی سر رو اجرا کنید. برای اینکه این اجرا آموزشی هست من خطوط اولیه رو پاک نمی‌کنم اما با یک رنگ دیگه طرح نهایی رو براتون اجرا می‌کنم. کاملا از کناره سر شروع می‌کنیم. توی قسمت کنار سر خطمون رو کمی منحنی اجرا می‌کنیم. قسمت زاویه فک فقط کافیه که شما این قسمت رو هم کمی
خط رو منحنی طراحی کنید و در قسمت چانه کاملا این فضا رو گرد اجرا کنید. به این شکل. و حالا فرم جمجمه رو کاملا به شکل اولیه اجرا می‌کنیم. به این شکل من مجدد خطوط رو پررنگ طراحی کردم تا طرح نهایی براتون واضح باشه.